حالا چطوری یه دفعه غرب اومده میگه که اگر ایران یه سلاح هستی پیدا بکنه امنیت امریکا هم به خطر میفته؟ والا دروغ میگن، اینا دو افسانه میسازن برای اجرای سیاستاشون. 200 سال من میگم ایران به هیچ جای حمله نکرده، نظام عوض شده، شاه اومده، قاجاری عوض شده، نه فلان شده. در عرض این 200 سال بارها مورد حمله قرار گرفتیم، پدرمون در اومده. من با بمب اتمی موافق نیستم، ولی معتقدم اگرم ایران ساخت هیچ دوران طوری نمیشه. اسرائیل ساخت طوری شد، پاکستان ساخت، خیلی مملکت خوبیه، خیلی دموکراتیکه، خیلی ثابته. اسرائیل خیلی ثابته، اسرائیل 60 سال با تمام همسایه‌اش داره میجنگه. خودشون زیر این قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای زدن، اونجا تعهد کردن 40 سال پیش که برن برای خلع سلاح هسته‌ای در دنیا. اصلا 40 سال هیچ کار نکردن. به اینا مربوط نیست ما چیکار میکنیم، نه زمان شاه نه حالا. این یه مسئله داخلی است که ایرانی‌ها باید بهش نظر بدن.